توی ویدیو بالا میگه آقا ژاپنی و سامورایی های ژاپنی کمک شم ماشین موتور چاقوها و شمشیرهای خودشون تیز میکنن. این حقیقت داره یا نه؟ بریم با هم، لیتس گو. خب شمع رو این برمیداریم، شمع این نقطه، اینا این آهنه که اینجا اومده رو میچرخونیم. و این داخلشه. آش لعنتی شکست. اینو سالم باید در بیاریم. اولیه که شکست، حالا بریم دومیه رو بدیم سالم در میاد یا نه. این اینجوری، این بار دیگه با انبر استفاده نمی کنیم. خب با این ای خدایا. چرا باز نمیشه؟ متاسفانه دوستان هر کاری کردیم نتونستیم این مغزی داخل اینو در بیاریم. شمع یعنی از اینجا شکست، خورد شد داخلش. خب اما این درد نیومد. هر کاری یعنی که حتی له پودر شد اما خود آخر درد نیومد. اوردیه تیز کردن به سبک سامورایی. این هم از این جواب نمیده، شکستش. به جای از این چیزا یه ندونه بخر. خیال خودتون راحت کن. آموزش پیجش چیز کردنش اشتباه بود. تمام. حتی به مرحله اصلاح کردن هم نرسید.